هموطنان عزیزم سلام. امیدوار هستم همه‌تان در کنار خداوندیتان خوشحال و سرحال باشید. با آیت کفشانی در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، در برنامه قبلی هم گفتم که یک چینل خاص دیگه هم دارم که براتون معرفیش میکنم و این چینل اسمش چی است؟ چینل لاجورد که مخصوص خودم است. البته در چینل پردی نقره‌ای هم کار میکنم، ولی چینل لاجورد مخصوص خود آگست کفشانی هست و اگر میخواین آگست کفشانی حمایت کنین و آگست کفشانی تماشا کنین، پس حتما چینل لاجورد ببینید. سابسکرایب، لایک، کامنت یادتان نره دوستان عزیز. همیشه با آگست کفشانی باشین و چینل لاجورد دنبال کنین. احساس من ورق به ورق رنگ میدهد، حتی سکوت تلخ من آهنگ میدهد، حتی سکوت تلخ من آهنگ میدهد. من ماندم و جهان پر از خاطرات، از چهار سو عذاب هماهنگ میدهد، از چهار سو عذاب هماهنگ میدهد. پاسخ نداده رفت و مرا منتظر گذاشت، آیا جواب آگیده را سنگ میدهد؟ تاوان اشک و حسرت این عمر رفته را گاهی سکوت گاه دل تنگ میدهد. هر کس که خوان شعر مرا گفت شعر تو، بوی خرابه های پس از جنگ میدهد، بوی خرابه های پس از جنگ میدهد. دیگر جوان پر از شاد و خنده نیستم، دنیای من حکایت شبرنگ میدهد. تشکر از توجهتان.